حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان امامعلی رحمان را دیگر باره نامزد حزب به مقام رئیس جمهور معرفی کرد. بیشتر از 1000 وکیل حزب در انجمن پیش از انتخاباتی در دوشنبه یکدلانه از نامزدی رئیس جمهور فعلی طرفداری کردند. به قول وکیلان انجمن یگانه نامزد شایسته حزب به مقام رئیس جمهور امامعلی رحمان بود. نمایندگان دیگر کادرهای جوانی هستند که آنها هم سزاوار مثلا پیشبری کردن هستند، لیکن امروز در زمان امروز در شرایط امروزه که اینقدر فعالیت پرثمر یا کس در جامعه احساس کرده می شود، بنابراین همه اعضایان حزب امروز همین چیز را ضرور شمرده نامزد ارزنده را توصیه نمودند. اما با قول کارشناسان محبوبیت امامعلی رحمان سالهای اخیر در تاجیکستان کمتر شده است. اگر انتخابات شفاف گذرد از روی تامین کردن حقوق برابر مردم، نامزدی حزب خلق دموکراتی نباید از 6% زیادتر آواز گیرد. انتخابات ریاستی جمهوری 6 نوامبر برگزار می شود و برای صاحب شدن به این کرسی 7 نامزد تلاش دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات شهر سوچی در روسیه با بسیاری از مهاجران کاری از جمله تاجیکان با بهانه نقض مقررات کار و اقامت در روسیه غیر انسانی رفتار کردند. جین بوکنن از سازمان مذکور گفت بازداشت به مثل رمه و اخراج مهاجرانی که میدانهای زیبای بازی‌های المپیک را در سوچی ساختند بسیار آشفته کننده است. در آستانه بازی‌های زمستانه المپیک که ماه فوریه در سوچی برگزار می شود، مقامات روسیه امر دادند که کوچه‌های این شهر را از حضور مهاجران به قبل پاک کنند. محاکمه پرسر و صدای دو زندانی تاجیک که به ایجاد خلل در کار زندان متهم میشوند پیچیده تر شد. فیض‌نیسا واحدووا و ابوبکر قلمتوف وکیلان دفاع زندانیان روز پنجشنبه به نشان اعتراض از عملکرد افسران و پاسبان‌های زندان محاکمه را ترک کردند. اعتراض ما از اون عبارت است که در رفت بررسی پرونده و تحقیق دلیل ها نمیگذارند که ما آزاد و شفاف دلیل ها را مورد تحقیق قرار دهیم. سنت الله ریزوف و صدرالدین تاشف دو زندانی تاجیک برای آن محاکمه می شوند که در یک نوار ویدیویی درباره وجود شکنجه زندانیان شهادت دروغ دادند. این نوار ویدیویی سر و صدای زیادی را در رسانه‌های تاجیکستان برانگیخته بود. و دادگاه در دوشنبه به تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان، امر داده است هزاران دلار یک میزاجش را برگرداند. دادگاه اسماعیل سامانی بانک مذکور را در گم شدن بیشتر از 3000 دلار از حساب بانکی نظیربک نظیرف، یک شهروند تاجیکستان، گناهکار دانسته و خواسته است تا این خسارات او را جبران کنند. اما مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند که به احتیاطی نظیربک نظیرف هنگام استفاده کارت بانکیش در خارج از کشور سبب شده است تا رخنگران اینترنتی پول او را از طریق بانک بولیویا بدزدند. اما دادگاه طلب میزاج را قانونی دانسته و امر داده است همه پول نظیربک نظیرف را برگردانند. و اخباری از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و مایمیر و همچنین در تلفن همراهی شما. ملالا یوسفزای، ترغیبگر معروف تحصیل دختران و حامی حقوق زن، یک سال پیش هدف تیر طالبان پاکستان قرار گرفته بود. برای اولین بار ملالا درباره تحولاتی که این حمله در حیات او به دنبال داشته است صحبت می‌کند. مصاحبه رادیوی آزادی با ملالا 9 اکتبر پخش خواهد شد.